با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، میخوام در برنامه ورزشی خود شما درباره یکی از قهرمانی جهان که چند روز قبل صورت گرفت برای شما کمی باشد معلومات بدم. خوشبختانه تیم ملی تاجیکستان در این قهرمانی خیلی خوب درخشید و سزاوار 3 مدال گشت. 2 تا برنجی و 1 دانه نقره که در وزن 66 کیلوگرم 2 مدال به دست آمد. یکی امام علی نورعلی با گرفتن مدال نقره و آبیجیبوف با گرفتن مدال برنجی. و در وزن 100 کیلوگرم پلوس باشد پهلوان دیگری نامدار تاجیکستان تیمور رحیموف در این وزن با گرفتن مدال برنجی مشرف گردید. دوستان عزیز، جالبی بر مثلا این قهرمانی در چی بود که در وزن 66 کیلوگرم از تاجیکستان 2 نماینده بود و هر دو هم صاحب مدال گشتند و 2 دانه هم از دولت ژاپن. و جالبی در این بود که در وقت پدستال یا که وقتی هنگامی مدال ها را به گردن آویختن کردن 2 نماینده تاجیکستان و 2 نماینده ژاپن بود که در تاریخ جودو این اولین بار می باشد. خب دوستان عزیز، در نوارهای خود شما هنرنمایی امام علی نورعلی را میبینید که با یکی از ورزشکاران نامدار گرجستان در این وزن خیلی هم خوب میدرخشد یا هنرنمایی میکند تماشا دارید و خوشبختانه در اینجا دست بالا میشود امام علی نورعلی. و جالبی دیگه در این بود که تا نیمه نهایی همه چیز را از سر راه برداشت و متاسفانه در نیمه نهایی با آبیجیبوف تاجیکستانی روبرو شد و متاسفانه یا خوشبختانه آبیجیبوف رو شکست داد و رفت به فینال این مسابقه که در فینال از ورزشکار ژاپنی شکست خورد و سزاوار مدال نقره گشت. و دوستان گفتن نماند امام علی نورعلی یکی از اولین ها شده و کشور عزیزمان اولین نقره جام جهان را در رشته جودو آورد. تا این دم 24 سال پیش یکی از دیگه پهلوان نامدار کشور رسول باقیوف در شهری نمیفهم ابودبی بود یا که در شهر مصر، کدام شهر مصر بود، مدال برنجی آورده بود، یعنی 24 سال پیش. ولی در تاریخ 33 ساله یا 34 ساله تاجیکستان این اولین بار است که تیم ملی تاجیکستان با گرفتن 3 مدال مشرف میکرد. در بین 93 کشور دنیا تاجیکستان هفتمین کشور می شود آید به گرفتن مدال. خب اینجا هم شما دوستان عزیز در نوارهای خود رقابت آبیجیبوف و امام علی نورعلی رو میبینید که در نیمه نهایی وزن 66 کیلوگرم است که امام علی نورعلی پیروز میگردد و میرود به فینال. دوستان عزیز، این فینال است، یعنی امام علی نورعلی با یکی از ورزشکاران ژاپنی روبرو می شود و متاسفانه در این فینال از همین ورزشکار ژاپنی شکست می خورد و مدال نقره را سزاوار می گردد. چنانچه شما می بینید در نوارهای خود این هم مسابقه این 2 پهلوان نامدار جهان می باشد که یکی از شماره 1 و دیگری شماره 2 این وزن می باشد. خیلی رقابت پرشدت گذاشت، خیلی هم و امام علی نورعلی هم به آسانی تن نداد، خیلی هم خوب به هنرنمایی کرد، اما متاسفانه با گرفتن چندین آگاهی و دیگر چیزها این بازی را واگذار کرد به ورزشکار ژاپنی. دوستان عزیز، چند لحظاتی آخر این رقابت را شما تماشا کنید، ما زود برمیگردیم. دوستان عزیز، نگفتن امانت سنساتسیا یا که هنگامی که در این قهرمانی دایر گردید، این هم فینالی آید به گرفتن مدال برنجی است که آبیجیبوف با همتای خود از ژاپن هنرنمایی میکنند و با یک پرتاب ببینید و یک پرتاب خیلی ماهرانه
این قهرمان جهان، قهرمان بازی‌های المپی رو چگونه شکست می‌دهد و با گرفتن مدال برنجی سرفراز می‌گردد. ببینید در اینجا ایپان به دست می‌آورد و ورزشکار ژاپنی هم مغلوبی خود رو می‌پذیرد. ببینید خیلی هم جالب بود. و در وزن دوستان گفتن اما 100 پلوس یکی از سنگین وزن‌های تاجیکستان، یکی از پهلوانان نامدار این کشور تیمور رحیموف به فینال می رود، به فینال گرفتن مدال برنجی با همتای خود از دولت آذربایجان هنرنمایی میکنن و در این رقابت هم خوشبختانه تیمور رحیموف این ورزشکاری آذری را شکست میدهد و مدال برنجی را از آن خود میکند. و پیشتر در این مسابقه ورزشکاری آذری پیش بود، اما با همین پرتابی که تیمور رحیموف کرد خیلی ماهرانه ایپان رو به دست آورد و ببینید خیلی خوب هنر آمد. خیلی باور که خرسند شدیم، خیلی یک هیجان و یک دم غرغری وطنداری ما رو فرا گرفت. و در اینجا هم چندین همشهری ما و شما هستند در تالار که برادران رو مخلصی میکنند و اینم آخرین روز دیداری قهرمانی بود. و دوستان بازم نگفتن اما بعد از این قهرمانی جهان آنها به کشور برگشتن و در کشور آنها رو خیلی هم با یک شکوه و شهامت خیلی هم زیبا و دیدنی استقبال کردن. اینا در میدان هوایی شهر دوشنبه ساعت با وقت دوشنبه 2 شب بود و مردم ببینید بیدار هستند برای قهرمان‌های خود را پیشواز گرفتن. همه ریختن به میدان هوایی بین المللی شهر دوشنبه که چند لحظه پیش اینها وارد تالار میشوند و با مردم روبرو و صحبت میکنند. ببینید خیلی هم یک هیجان است، یک خرسندی است برای این ملت. خب دوستان عزیز گپ رو حرفی نمیکنم، بریم با هم تماشا کنیم چند نکات این پیشوازگیری را. دیگه شما رو به خدا پاک میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.